بهتر نمودن صفت تحصیل در مکتب‌های عمومی یکی از مسائل مهم مشورت اوگوستی بود که صبح امروز سنه 19 اوگوست برگزار گردید. در مشورت قید کرده شد که حالا در گیمنازیا، لیسه و مکتب‌های بالایوقت تحصیل نسبت به مؤسسه‌های مقرری یا خود عمومی خوبتر براه مانده شده است. بسیاری خوانندگان این گونه مؤسسه‌ها در آزمون‌ها اشتراک نموده سزاوار جای‌های نمایان می‌گردند. اساساً نتیجه المپیاد آزمون‌های نتیجهش ما دادوسه که همین مکتب‌های لیسه و گیمنازیاهای مکتب‌های تیپی نو من همتون شهر نویان دارم. مؤسسه‌های تحصیلات میانی عمومی که در شهر نویان هستند و فعالیت می‌برند نتیجهشون نسبت به مؤسسه‌های تیپی نو کمتر فرق می‌کنند. ما باید همین برادری که باید بریم. ما همین خیلی کار کنیم که مکتب تقسیم نکنیم. یک خیلی رفتن شکل راه. برای ما همین امکانات ها هست. من مؤسسه‌های تعلیمی نو، ساختمان‌های نو، مکتب‌هایی که ما موزیک شده سیمنه خداتان سخت شدیداستان از جانب جناب عالی شده ایستاده است. بسیار مکتب‌های بسیار خوشرو و زیبا. اگه ما این مکتب‌ها شش کار کرده نتیجه دادیم. مشورت اوگوستی و سمیناری دستوردهی با کارمندان ریاست و شعبه‌های معارف، آموزگاران مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی و میانه عمومی شهر و ناحیه‌های ولایت برگزار گردید. در آن استادان و سابقه‌داران ساحه معارف معروضه نموده فکر و عقیده خود را عاید بهتر نمودن سطح و صفت تعلیم در مؤسسه‌ها ابراز نمودند. همه سال در دایره برگزاری مشورت اوگوستی شعبه‌های معارف، ریاست معارف، ریاست‌های معارف در شهر و ناحیه‌های ولایت در فیلیال دانشکده جمهوریوی تکمیل اختصاص و بازآموزی کارمندان ساحه معارف در ولایت صبح برگزار گردیدن مشورت اوگوستی و سمینار ولایتی دستوردهی به حکم عنعنه نیک درآمده است. در جلسه عمومی معروضه‌های علمی مورد بررسی قرار داده شدند و طبق برنامه سمینار و مشورت دستوردهی ولایتی امروز پس از جلسه عمومی چاره‌بینی علمی ما فعالیت خود را در 23 بخش ادامه می‌دهد. بعد از به انجام رسیدن معروضه، استادان، معلمان و معارفچیان سابقه‌دار برای کارهای شایسته‌شان قدردانی شدند. اینچنین آزمون ولایتی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت نیز در این چاره‌بینی جمع بست گردید که به غالبان تحفه‌ها و افتخارنامه‌ها سپاریده شد. امروز مشورت اوگوستی کارمندان ساحه معارف در کورس تکمیل اختصاص و بازآموزی جمهوری تاجیکستان در ولایت صبح برگزار گردید. امروز من خرسند و سرفراز از آن هستم که با دستگیری به واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساحه معارف روز از روز رو به ترقی نهاده ایستاده است. امروز آزمون ولایتی در موضوع سطح و صفت تعلیم و تربیت در بهداشت نسل نورس جمع‌بست کردید و من از روی نامیناسی نوشتن سناریوی بهترین سزاوار جای دوم گردیدم و این باعث افتخار و سرفرازی ما می باشد. بعد از به انجام رسیدن مجلس جلسه بخش‌ها برگزار گردید. در آن استادان معلمان مؤسسه‌های گوناگون به صنفخانه‌ها تقسیم شده بین خود درس گذاشتند. مثلا در صنف زبان تاجیکی معلمان به یکدیگر از تجربه خود معلومات دادند. هدف این کارها تجربه عوض‌کنی بوده برای رشد ساحه معارف مساعدت خواهد کرد. گزارش مهرانگیز عبداحد و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.